پسری کنار رودخانه سنگی پیدا کرد که رویش تخم ماهی بود و کنجکاو بود ببیند آیا ماهی‌های داخلش از تخم بیرون میآیند یا نه. بنابراین سنگ را به خانه آورد. نگران بود که ماهی‌های بزرگتر در آکواریومش تخم‌ها را بخورند، پس آکواریوم را خالی کرد تا آنها را در امان نگه دارد. در چند روز بعد پسر مرتباً به تخم‌ها سر می‌زد. تا روز سوم متوجه شد که دم‌های کوچکی از تخم‌ها تکان می‌خورند و این او را خیلی هیجان زده کرد. در روز چهارم همه ماهی‌های کوچک از تخم بیرون آمدند و در شکاف‌های سنگ پنهان شدند. پسر که می‌ترسید گیر کنند با دقت سنگ را تمیز کرد. این کار همچنین باعث شد که پسر بتواند به راحتی وضعیت ماهی‌های کوچک را مشاهده کند. یک هفته بعد ماهی‌ها کمی بزرگتر شده بودند و پسر مطمئن شد که غذای خاصی برای آنها آماده کند. وقتی دستش را به داخل آکواریوم برد، ماهی‌ها از اون نمی‌ترسیدند بلکه به دستش نزدیک شدند. به زودی شروع به تغییر رنگ کردند. پسر به آرامی آنها را در دستش گرفت و با تحسین به ظاهر بامزه‌شان نگاه کرد و احساس موفقیت بزرگی کرد.